برای ورزشکاران تاجیک سال 2014 با مسابقات بزرگ قطعی بازی‌های 17 آسیایی که از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر در شهر اینچون کره جنوبی برگزار شدند فراموش ناپذیر می باشند. در این مسابقات ورزشکاران 45 کشور قاره شرکت داشتند. هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 150 نفر از آن جمله 90 ورزشگر در 16 رشته ورزش رقابت کرده 5 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. گرز انداز معروف تاجیک دلشاد نظرف با نتیجه 77 متر و 82 سانتی متر مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. در واقع این مدال سوم دلشاد نظرف در بازی‌های آسیایی محسوب می شود. نماینده دیگری تاجیکستان زلیم خان یوسوپوف در گشتی آزاد در وزن تا 65 کیلو صاحب مدال نقره گردید و همچنین در سبقت تایکواندو WTF یا WTF سه ورزشکار تاجیک علیشیر گولوف، فرهاد نعمتوف و مهرو حلیمووا با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. به این ترتیب تاجیکستان با 5 مدال در بین 45 کشور مقام 23 را کسب کرد.